توافق صلح با حزب اسلامی توسط حکومت افغانستان باعث شد که یک طرح 25 ماده‌ای ایجاد و درست شود و به خاطر دیدن و امضای آن به سران حکومت و همچنان به رهبر حزب اسلامی سپرده شود. اما هیئت گفتگو کننده حزب اسلامی با صحبت‌های تازه وارد کابل شدند و این هیئت پس از دیدار با گلبدین حکمتیار خواستار 3 موضوع دیگر همچنان از حکومت افغانستان شدند که یکی تعیین جدول زمانی برای خروج نیروهای خارجی است، دیگر حضور نمایندگان حزب اسلامی در کمیسیون‌های انتخابات و کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی و نقش برجسته اعضای این حزب در سطوح مختلف حکومت افغانستان می باشد. اما شورای عالی صلح می گوید که مواردی را که در توافق ذکر شده است برگشت ناپذیر است. اما واقعا رایزنی ها برای صلح با حزب اسلامی چقدر می تواند باعث ایجاد هماهنگی میان حکومت افغانستان و همچنان حزب اسلامی شود و منجر به صلح میان این دو مرجع شود و یا تاثیر حزب اسلامی برای روند جنگ افغانستان و همچنان صلح افغانستان چه خواهد بود؟ فردین امینی هستم، میزبان امشب آماج. مهمانان من جناب آقای احمد سعیدی، استاد دانشگاه، آقای ذوالفقار امید، رهبر حزب کار توسعه افغانستان و آقای فضل من الله ممتاز، کارشناس مسائل سیاسی. مهمانان عزیز خیلی خوش آمدین. جناب سعیدی اجازه بدین بحث رو Annen sana kısmet bulmasını bekleme. Hemen Hu'yu indir, benim gibi yüzlerce güzel kızla tanışma fırsatını yakala. با شما آغاز کنیم که واقعا قیمت سیاسی حزب اسلامی در شرایط کنونی افغانستان چقدر است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما جناب آقای ممتاز، آقای امید و بیننده شما سلام عرض ادب دارم. اون چی که من باور دارم، هر کس، نه تنها آقای حکمتیار، هر کس در هر زمانی و هر مکانی که برای جنگ، برای ویرانی ودا بگویه و از راه صلح بخواه حقوق حقی خود به دست آوره، ما لبیک میگیم و تردیدی وجود نداره. اما سوالاتی که تا هنوز نزد من در مورد جناب آقای حکمتیار حل نیست ای است که بعد از سقوط حکومت طالبان، همین حکومت موجود که حال آقای اشرف غنی و در گذشته آقای کرزی بود، حکومتی که دارای قانون اساسی است، جامعه جهانی او را به رسمیت شناخته، دارای پارلمان است، دارای 3 رکن یعنی قوه مقننه و قضاییه و عدلیه است. جناب آقای حکمتیار این حکومت را حکومت مزدور مردود دانست، جنگ را علیش روا دانست و در تقریبا در 1 دهه درگیر بود. گاه و بیگاهی حملات اینطوری که صورت گرفت، بعضی از سخنگاه حزب اسلامی او را پذیرفتند. حالا بعد از گذشت اضافه تر از 1 دهه آقای حکمتیار وقتی که میآیه میگویه که جنگ بس است، ما به صلح میپیوندیم، باز چی میگم، کاری نیکوی است، کاری خوبی است، باید ما از استقبال کنیم. اما اگر این پیوستن را آقای حکمتیار به خاطر امتیاز و جاطلبی میپیونده، این باز رو آوردن به صلح نیست، رو آوردن به امتیاز است، رو آوردن به قدرت است، رو آوردن به چوک است. شاید شما سوال بکنین که دیگرانی در این نظام بودن، صاحب امتیاز شدن، صاحب جایگاه آرگاه بارگاه شدن، در دولت کار میکردن، شاید از راه حق یا ناحق به یکی رسیده شد. اما بسیار خوب است اون چی که آقای حکمتیار بارها اعلان کرده، بارها گفته که من نفوذی وسیع دارم در بین مردم افغانستان، طرفدارانی دارم. واقعیت اگر چنین است، بهتر است آقای حکمتیار به پروسه صلح بپیونده، بدون کدام امتیاز و جاطلبی به مقام طلبی که مرا مثال چند پول بتین، چند نفر بتین، چی کنه؟ به طرف انتخابات، به طرف آرای مردم گام برداره. هر امتیازی را که میگیره به دست میآوره، از طریق آرای مردم نصیبی خود کنه. خوب است. به پیشنهادی می است که بهتر است آقای حکمتیار در حال حاضر من حیث یک شهروند به داخل افغانستان بیای، ای که گذشته، کی کشته، کی بسته، کی زده، بهتر است که مردم افغانستان هم فراموش کنن، و آقای حکمتیار هم برای همیش به گذشته ودا کنه. بعد از این من حیث یک شهروند بدون کدام امتیاز و جاطلبی به پروسه صلح بپیونده، در پروسه انتخابات اشتراک کنه، اون چی را که میگویه که من در بین مردم محبوبیت دارم زور آزمایی کنه، بهترین اریکه قدرت بگیره و همه مردم عضو اطاعت کنه. این یک حرف دومی که من میخوام تاکید کنم، تاکید می است که در حال حاضر افغانستان خانه مشترک هم است، همه حق دارن به این پروسه شریک باشن و کار کنن. اما اگر ما بخوایم که
ما با این امتیاز میایم که چند نفری در کمیسیون انتخابات باشن. معنای زیر داره که اگر من در کمیسیون انتخابات نفر نداشتم جل کرده نمیتونم. اگر من در کمیسیون سهم شکایت نظر نداشتم مثل حکومت وحدت ملی تقلب کرده نمیتونم. اگر من در قدرت نبودم نمیتونم سهم بگیرم. بسیار خوب است که صادقانه به دولت بپیونده، سلاح و مهماتی را که داره اونها را به دولت تسلیم کنه، سلاح و مهمات خود تسلیم کنه و مانند که دیگه مردمان در پارلمان فیصله کردن از تعقیب عدلی معاف شدن، آقای حکمتیار هم معاف شد. البته تعقیب عدلی شما میدونید که از نگاه دین یک حق الله است و یک حق العبد است. حق الله شما میفهمین که حکومت بعد از فیصله محاکم میتونه تصمیم بگیره. حق العبد حق مردم است، هر چی که میکنن مربوط به اوناست. حالا سوالم اینجاست جناب سعیدی که واقعا حزب اسلامی به رهبری آقای حکمتیار واقعا میپذیرند بدون امتیاز وارد صحنه سیاست افغانستان شوند و یا این فضا طور مناسب است که ایشان بتونن وارد صحنه سیاسی شوند؟ این دیدگاه ما است. دیدگاه ما است که من میگم هر کس که به پروسه صلح میپیونده قانون سیاسی را بپذیره. عرض میکنم به پروسه صلح بپیونده، زورآزمایی، قدرت، مقام به دست آوردن از طریق آرای مردم به دست آوره، نه از طریق امتیازی که حکومت وحدت ملی یا رهبرانش میتن. بنان قدرت مردم بزرگتر است از قدرت‌های تمثیلی و نمایشی که به امضای رئیس جمهور یا احمد محمود با آدم داده شد. حالا بازم بگردیم به سوال قبلی ما جناب سعیدی که قیمت سیاسی خود حزب واقعا در شرایط کنین چقدر است؟ آیا چیزایی که درخواست شده اون که من معلومات دارم حزب اسلامی در گذشته حزب قوی و نیرومندی بود. حالا به شاخه‌های مختلف تقسیم شده. یک بخش ازی رهبریش آقای عبدالودی ارغندیوال است، یک بخشش آقای سواون میگه، یک بخشش خود قوزی امین وقاد میگه، یک بخش جمعخان همدرد میگه، یک بخش خالدی فاروقی میگه. یعنی به چندین دسته تقسیم شده و بعضی از اینا از وزارت عدلیه جواز حزب دارن به نام حزب اسلامی. دیگه حال آقای حکمتیار هم اون دورانی که 3 دهه پیش داشت، او دوران او به اصطلاح عامیانه قدرت و نیرومندی را نداره و حزبش هم قدرت. باز گپ دیگه که مهم است، مردم افغانستان هم اون مردم 3 دهه پیش نیه که رهبران جهادی برون به خانهشان، رهبران موتر بته و پول بته و سلاح بته و مهمات بته، مردم همه سلامی زنن، انتقاد نکنن. آقای حکمتیار اگه هم به کابل بیای، او بخششایی که 3 دهه قبل داشت از طریق تنظیم، نه تنها آقای حکمتیار، رهبرای دیگه هم داشتن، به مردم میدادن امتیاز، پول، پیسه، سلاح، مهمات، رتبه. نه این اختیارات در آقای حکمتیار خواهد بود و نه مردم خواهد پذیرفت. سپاسگزارم جناب امید. حالا بحثی که آقای سعیدی مطرح ساختن، آمدن آقای حکمتیار به شکل از اشکال میتونیم بگوییم که توسط مردم و یا به خواست مردم است. از دید شما واقعا فضا طوریه است که مردم آنچنانی که آقای حکمتیار تقاضا داره از او استقبال بکنن و یا با آرای مردم بتونن وارد صحنه سیاست افغانستان شوند؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما جناب سعیدی، جناب ممتاز و ملت بزرگ افغانستان. ما فکر میکنم و همچنان شواهد نشان داده و اسناد نشان داده که اولین باری آمدن حزب اسلام یا خصوصا گلبدین حکمتیار در میز مذاکره نیست. در طول 14 سال هم چندین بار مذاکره بسیار حاد شد. هدف اصلی هم گرفتن امتیاز بودن که فعلا هم حزب اسلام به 100 سر تبدیل شدن. به خاطر از اینکه به ازنا امتیاز داده شد و در قدرت شریک ساخته شد، اینا از این روش خوب استفاده کردن. مسئله دوم، آمدن حکمتیار کوچکترین تاثیر در آمدن ثبات و امنیت در داخل افغانستان نداره. به خاطر از اینکه فعلا آقای گلبدین حکمتیار به عنوان تروریست درجه چندم به حساب میه و او تاثیرگذاری که در گذشته داشتن فعلا ندارن و فعلا ما گروه‌هایی داریم که بسیار اپدیت شده هست، بسیار مطابق به شرایط و زمان فعلا آمده در صحنه که آقای گلبدین حکمتیار نه خریدار سابق داره و نه تاثیرگذاری سابق داره. فعلا به عنوان یک چهره اکسپایر شده در میدان میه. از لحاظ کوچکترین تاثیرگذاری راجع به آمدن ثبات امنیت داخل افغانستان نداره. مسئله سوم، اون چی که بسیار شما از مردم شنیدین و بارها دغدغه در بین مردم وجود داشته که یقینا آقای گلبدین حکمتیار به عنوان یک چهره بسیار برجسته از خیانت، بسیار یک چهره برجسته از وحشت و دهشت در بین مردم مطرح است و شما در تمام حوادث اخیر آقای گلبدین حکمتیار و دار و دسته‌اش مسئولیت انفجار و دهشت و
تیرباران و کشتن افراد بیگناه را به دوش گرفتن. عملا اعلان کردن که این حادثه را ما سازماندهی کردیم و این مسئولیت ما میپذیریم. از این لحاظ یقینا وقتی که ما چون چهره های را در داخل ساختار نظام را میدیم، ما جایگاه و پایگاه برای از نامیدیم، این به این معنی هست که ما خیانت، جنایت، دهشت و وحشت را نهادینه میکنیم. آهسته آهسته فرهنگ معافیت کم کم در داخل افغانستان نهادینه میشه. یعنی هر کسی که وحشت ایجاد کرد، دهشت ایجاد کرد، ترور کرد، مردم بیگناه را کشت و واقعا سر از این ملت رحم نکرد، او برای بیشتر جایگاه داده میشه. اما دیدگاه های مختلف هم وجود داره جناب امیدین است که در جنگ های داخلی افغانستان به خصوص جنگ های دهه 80 و 90 میتونیم بگوییم که تمام جناح ها تقریبا دست داشتن. ما در میزایی که صحبت کردی جانب مقابل حرف شی بوده که راجع به چهرهای دیگه شما چی میگید؟ مثلا کسانی هستن که فعلا در داخل نظام هست، اونا ناقضین حقوق بشر هستن، یا کسانی هستن که در گذشته جنایت خیانت کردن. یقینا این به این معنی نیست که ما دیگران را هم گفته باشیم که اونا چهرهای خوب هستن یا گفته باشیم که اونا باید مسئول باشه. نه، حق العبد هیچ کسی از اشرف غنی گرفته تا کسانی دیگر نمیتونه ببخشه، نمیتونه راجع به سرنوشت از اینا فیصله بکنه. از این لحاظ ما میگیم راجع به هر مسائل کلانی که ملی میشه ما باید بریم به طرف مردم. فعلا پروسه‌ای که جریان داره بیشتر پشت پرده ارگ جریان داره. مردم از جزئیات از مسائل در جریان نیست و مردم هیچ وقت در مسائل کلان ملی اینا مورد سوال قرار نمیگیره و اینا در محاسبه سیاستگرا وجود نداره. پس اگر کوچکترین نتیجه هم با خود نداشتن. حالا اگر بحثی که شما باز کردین بحث حق العبد و حق الله، حالا اگر او بررسی شود واقعا آقای حکمتیار آن کارهای موردی را که انجام دادن از سوی مردم افغانستان پذیرفتنی هستند و یا میتونن جوابگو باشن به خاطر اعمالی که انجام دادن؟ هرگز. یعنی شما نظرسنجی که در اخیر صورت گرفت و در دنیای مجازی که شما میبینین همه خواهان ازی است که آقای حکمتیار باید محاکمه کشانده شه. اینا باید به دادگاه واقعا اون چی که اعمال را که انجام داده اینا باید پاسخگو باشه. اینا به جای ازی که بیان راجع به جنایتایی کردن پاسخ بگن، اینا شرایط وضع میکنه برای مردم افغانستان و برای حکومت نامشروع افغانستان که اینی ساحات دیگر هم برای از ما بتن. با اون لحاظ ما فکر میکنیم که این کوچکترین نتیجه هم ندارن. و چیز دیگه هم که بسیار برجسته در دنیای مجازی شما خوانده باشین این است که بیشتر این مذاکرات رسیدن به امنیت و ثبات نیست، بیشتر مذاکرات قبیله‌ای هست. به خاطر از اینکه آقای گلبدین حکمتیار از قبیله آقای اشرف غنی هست، کوشش میکنه که آقای گلبدین حکمتیار را به عنوان یک ابزار، به عنوان یک مشت آهنین در مقابل رقیبای داخل قبیله استفاده بکنه. به اون لحاظ فعلا جنجالی که بین دورانی و غلجایی وجود داره میخواد از این فرصت آقای اشرف غنی استفاده بکنه. به خاطر از اینکه در بسیاری ساحات جنوب آقای اشرف غنی چالش کرده، میخواد از این مهره به عنوان یک مشت آهنین استفاده بکنه و مذاکره که جریان داره مذاکره قبیله‌ای هست، یعنی در سطح کلان وجود نداره. و پروسه صلحی که شما هم شاهد بودین تا هنوز کسی که صدای صلح بلند کرده و بسیار به صورت شدت حدت مسئله رو مطرح کرده، بیشتر قلبش با تروریست ها میپره. قلبشان با طالب تروریست، با داعش تروریست، با حزب اسلام و با گروه های دیگه میپره. این را یک پوشش قرار داده این مسائل مطرح میکنه. سپاسگزارم. جناب ممتاز، حالا با موردی که آقای امید هم اشاره داشتن، چرا باید به حزب اسلامی اینقدر امتیاز داده شود با وجود این که حالا به قول آقای امید دیگه او تاثیرگذاری حزب اسلامی نداره و همچنان به جای اینکه پاسخگوی جنایاتشان باشه حزب اسلامی به خصوص آقای حکمتیار حالا من شرایط وضع میکنه؟ واقعا چرا باید حکومت برشان در این شرایط امتیاز بده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین. سلام درود مجاهدین و قهرمانای استقلال افغانستان، آزادی افغانستان که امروز نعمتایی را که ما برخوردار هستیم امروز صحبت میکنیم، از اون نعمتایی است که قهرمانای از او مجاهدین بوده و رهبری ادی قهرمانی و استقلال امی رهبرای مجاهدین از جمله استاد سیاف، برهان الدین شهید، عامر صاحب شهید و حکمتیار دیگر دوستا قرار داشتند که از این نعمت است. متاسفانه که ما عوض از که ممنون احسان
از اونا بوده باشیم، فداکاریش باشیم، به خاطر ازی که مطرح شویم. توهین برای مجاهدین، دستخوشی برای غربیا، برای بیگانه بیشتر، مسئله حقوق بشر در اینا دست میزنیم تا یک جای بیشتر بگیریم. برخواه توهین برای مجاهدین، توهین به رهبرای مجاهدین، توهین به حزب اسلامی، اینا را یگانه راه به خاطر ارتزاق و نفقه یا پروژه برای خود پیدا میکنن تا که دستخوشی برای غربیا پیدا شود. من بیشتر برشان ایره میگم که اگر دوستای ما خواسته باشن که در این موضوع پروژه بگیرن یا یک جایگاه پیدا کنن، آقای رهین مخدوم رهین برشان در خیلی زیاد آله موسیقی و رقص و پایکوبی و ابتذال در افغانستان وارد کرده. باید اونا میشه در کوچه خرابات یک دو هفته تمرین کنن، میتونن این پول از اونجا به دست بیارن، نه از دست. این یک موضوع. جای تاسف دیگه ما این است که امروز ما میبینیم که مثل امید صاحب، منام امید، منام تنظیم مجتمعیه، به عنوان حکمتیار گپ میزنه حزب اسلامی. من تاسف به حال حکمتیار میکنم که این اشخاص جرأت زیرا پیدا کردن، ایتو اشخاص کلمات را چی میکنن که حتی حیوانات وحش هم از او نفرین داره، استخدام میشه و جای ادب چی نیستن. دومی دیگه ما از آقای امید میخوایم، مثلا حزب اسلامی اگر خواسته باشن یا نخواسته باشن، ما خواسته باشیم یا نخواسته باشیم، اول ای که هر کسی در ارتباطی فرد مجاهدین این موضوعات عنوان میکنن بدون در نظر داشت دیگه مسائل دیگه را عنوان میکنن و خائنین ملی هستند، جنایتکارا هستند که اصلا میخواین اصلاح جهاد هدف بگیرن. ما اجازه نمیتون، نه حکمتیار تنها بلکه جهاد مجاهدین هیچ کسی در مورد توهین قرار نده. به خاطر هر مرحله تاریخی افغانستان از خود ارزش های خود داره و قیمت های خود داره. باید در نظر این جفاس خیانت است، یک نوع توهین بر جهاد است که بدون در نظر داشته حسنات بیای ما یک سلسله سیئات. دومش یک موضوع دیگه برای ما مهم است. اگر ما واقعی امیدها اینقدر جرأت میکنیم این صحبت ها رو میکنیم، به خاطر امروز بازار اینمی مسئله جنایت و گپای به خاطر وجود غربی ها امریکایی ها که ویلن است که بی 52 ما را حفظ کرده، این جرأت پیدا کردیم که بین به خود یک جرأت دیگر را بتیم. ما امروز حاضر استم، اگر شما حاضر استین بیاین ما شما تجارت به خونی سربازای ما نکنین در رمضان، بیاین به فتنه که 35 سال است دیگه هم در او آتش ما تیل نزنیم، دیگه آتشی چرا فروزان نکنیم. بیا اگر جرأت داری مردانه و جرأت داری بیا من تو مطر سلام میتم ما برو به جواهاتی که حزب اسلامی طالب قرار داده در کندوز، در بغلان، در تگاب، در میدان با بجنگان. اما تو چطور جرأت میکنی صحبت میکنی از اینجا از هوای سرد بسیار خوب صحبت میکنی روی این مسائل. دوم دیگه کسی خواسته باشه نخواسته باشه بگویم یا نخواسته باشیم، حزب اسلامی یک حزب قوی افغانستان شمول است. هیچ کس نمیتونه که نقش حزب اسلامی رو در نظر نگیره. به خاطر اینمی مشکل است که یگانه حزبی است در افغانستان که بین تاجیک، هزارت، ترکمن، تاشوک بوده باشه. این موضوع قومیت قبیله رو هیچ وقت حزب اسلامی به قبیله نداره. بیشترین نفوس حزب اسلامی در بین هزارهاست، بیشترین نفوس حزب اسلامی بین تاجیکاست. آقای سعیدی اشاره داشتن که حالا حزب اسلامی با چند شاخه تقسیم شده. اجازه بدین مثلا شاخه ها ببینین، میگه آب اگر هم چند صد پاره گرده با هم آشناست. مسئله هیچ یک از افراد حزب اسلامی ادعای امارت حزب اسلامی رو نه سباون کرده، نه ارغندیوال کرده، نه هلال کرده. امیر حزب اسلامی به اساس بیعت شرعی به جای خود چیز. ولی من متاسف هستم که ما در جایگاه قرار میگیرم که موضوع سخنگوی حزب اسلامی بوده باشم در اینجا، به خاطر عدم چیز، به خاطر ازی که من اینجا میبینم که سخنگویش هم وجود نداره. این پرسش از آقای سعیدی مطرح کنم که واقعا آقای سعیدی هیچ شاخه‌بندی نشده و به قول آقای ممتاز ها اگر هر قدر جدا شده بازم یک جاست. خب ببینین اون چی که من معلومات دارم جناب آقای ارغندیوال از وزارت عدلیه جواز گرفتن. وزارت عدلیه مسخره نیست. و همچنین آقای محمد خان که کاندید بودن به حیث معاون دکتر عبدالله از همین آدرس حزب اسلامی آقای ارغندیوال به این مقام رسیدن. بنان حتی در دوران کمپاین برای آقای اشرف غنی، آقای قوزی امین وقات، آقای خالد
آقای جبخان همدرد، آقای سواون میگفتن که شوراهای حزب اسلامی اگر اینا همه دروغ گفته باشن، غلط گفته باشن، این آدم‌ها بسیار نابکاری هستند. اما من باور ندارم که وزارت عدلیه ارغندیوال جواز نداده باشه و من باور ندارم که ارغندیوال جواز حزب نداشته باشه. حالا پس اگر آقای ارغندیوال فعلا جواز حزب اسلامی را دارن، حزب اسلامی به رهبری آقای حکمتیار اینجا چه نقشی ایفا میکنه؟ نه، حزب خو اول نیست کنین. اول احزابی که در افغانستان تا حال میگن غیر از یک تعداد که در وزارت عدلیه راجستر هستند، اینا حزب قانونی هستند نظر به قانون اساسی. دیگه حزب آقای حکمتیار و سایر حزبا اونها نه به وزارت عدلیه راجستر هستند، از نگاه قانون اساسی میگم نه راجستر هستند نه رسمیت دارن. وقتی که میاین به داخل افغانستان من حیث حزب رسمی با در نظر داشت ارزش‌های قانون اساسی ما تعیین کرده که یک حزب 10,000 نفر نامش بیاره، ثبت نام کنه، ثبت چه بود، اونجا مشکلی وجود نداره. حال خو حزب آقای حکمتیار حزبی در بیرون کشور، حزبی به اصطلاح در تبعید، یعنی بازم تکرار میکنم که حزبی به نام آقای حکمتیار در وزارت عدلیه ثبت و راجستر نیست. حزبی به نام آقای عبدالهادی ارغندیوال به نام حزب اسلامی راجستر است. سپاسگزارم جناب امیدالله. اگر به صحبت‌های آقای ممتاز اشاره داشته باشیم، کسانی که وقت تایم دستور درست مراعات کنین، به خاطر صحبت‌های مرا ناتکمیل مونده، به خاطر که در به خاطر که فرصت داده میشه جناب ممتاز. حالا اجازه میگم که تکمیل بعد از اینکه تکمیل شوه شما وقت مساویانه تقسیم، به خاطر که حرفای من ناتکمیل بود بعد از نگاه دقایق تکمیل میگن وقتش میگن. درست در قسمت آقای سیدی که گفت فرمودن که اینجا وجود داره با 200 روپیه یا 200 روپیه ثبت جوازنامه وزارت عدلیه کسی تمثیل حزب اسلامی رو کلی که در افغانستان کرده نمیتونه. ما برشون گفتیم که امیر حزب اسلامی تا حالا کسی ادعا نکرده. و مسئله ارغندیوال اینا مسئله ما به این میذاریم که آقای ارغندیوال صاحب مثل حزب اسلامی است، مثل که جمعیت اسلامی افغانستان چندین چی بود، حزب قانونی صاحب بود، دیگر ولی در نهایت حزب ام یا حزب مادر اونمو مسئله این موضوع قابل اختلاف نیست، فرق نمیکنه. اما مسئله که فعلا در اینجا برای ما مشکل چی است که آقای امید میگیریم که آیا امروز چون مارکت توهین کردن به حکمتیار است در کابل به او خاطر جرأت میکنن کسا توهین برای مجاهدین است، عالی جرأت میکنن. درست جناب محترم، آن جنایتی که در تاریخ بشریت ننگین و نفرین انگیز است که به سرای مردم کوکه خورد میخوردک، سینای دخترای مردم بریده شدک، مردم با آتش افروختندن. چرا آقای امید صحبت نمیکنه، جرأت نمیکنه، به صحبت نمیکنه؟ با کدام جرأت مثلا خواهی چی میکنه؟ درست اگر حکمتیار نمی بود، مجاهدین نمی بود، ما آقای امید امروز نام اوف می بود، امید اوف می بود. این موضوع رو بس سپاسگزارم. با شما برخواهیم گشت. حالا با شما برخواهیم گشت جناب ممتاز. آقای امید، واقعا اگر آقای حکمتیار اگر نمی بودن، حالا اسم شما امیدوف می بود و مسائل دیگری که ذکر شد، واقعا پاسخ شما چه است؟ ما بسیار زیاد متاثر هستم که اینا از آقای حکمتیاری که فعلا با سربازای ما می جنگه اینا حمایت میکنه. تا هنوز که هستن فعلا در بسیاری موارد اینا علیه سربازای ما، علیه دلیران ما، علیه قهرمانان ما اینا جنگ میکنه، اونا را از بین میبره و تیرباران میکنه و این دی میز از گلبدین حمایت میکنه. تا هنوز هم به اون نتیجه نرسیده که یا او میه یا نمیه، ولی گلون خورا پاره میکنه. ما فکر میکنیم که آقای ممتاز برای که ما در سرک که آیا ما برحق هستیم یا اینا برحق هستیم، کی یک کسی را پیدا بکنید که بگه آقای گلبدین حکمتیار جنایتکار نیست یا خائن نیست یا تروریست نیست یا چهره دهشت و وحشت نیست. شما یک کسی را پیدا کرده نمی‌تونید. خواهش می‌کنم. یا فعلا اینا آمدن و چیز میگم اجازه بده. آقای ممتاز اجازه بده. شما و تو از گلبدین جنایتکار حمایت می‌کنی متأثر تو تو کثیف هستی، تو جنایتکار هستی، آقای ممتاز، تو واقعا چهره دهشت هستی، وحشت هستی. آقای ممتاز، آقای ممتاز اجازه بدید. جناب امید، حالا سوالی که مطرح میشه، آقای امید
تو کسی به گله بست جناب امید. تو خائن ما به اجازه گله نمیدیم بر بست شما. واقعا باید خب آقای امید، سوالی که مطرح میشه مردم چی میگه؟ مردم بی باور است. آقای امید، جناب امید، اجازه نمیدیم درست. آقای امید، اگر دیگه مجاهد دور چشم من مجاهد هستم، مردم افغانستان مجاهد است. واقعا اینا از خاک سرزمین خود دفاع کردن. نه حکومتیان جاسوس، نه حکومتیان خائن، نه حکومتیان دهشت افکنی که در هر کجا. آقای ممتاز، سوالی که الان سوال مردم چی است؟ فقط زیر سر قلب چش است. در کشورش هست جای دیگه. جناب ممتاز، ناموس تو را نجات جناب دادی. ممتاز. ناموس فروش بودی. تو ناموس فروش هستی. آقای ممتاز، سوال ما اینجا سرتون حفظ کرد. آقای دهن چی؟ نه 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 نه. سلام و وقت بخیر. به برنامه آوند خوش آمدید. امروز 8 ثور روز پیروزی مجاهدین است. در برنامه امشب آوند به بررسی چگونگی سقوط حکومت دکتر نجیب الله و بررسی حکومت مجاهدین میپردازیم. مهمانانی که دعوت ما را پذیرفتن و در بحث امشب شرکت کردند: خانم بلقیس روشن، نماینده مردم فراد در مجلس سنا، آقای اکادمیسین محمد اکبر اوریا، مشاور روابط بین الملل در حکومت دکتر نجیب الله، و همچنان آقای فضل من الله ممتاز، یکی از چهره های جهادی با ما هستند. مهمانان بسیار خوش آمدین. آقای اوریا، در آغاز شما میخوایم بپرسم چرا حکومت دکتر نجیب الله سقوط کرد؟ به نام خدای یکتاب با تقدیم سلام خدمت شما همکاران عزیزتان محترم ممتاز، همچنان درود بی پایان به پیشگاه خلقای قهرمان آزادمنش. اولی که دولت آن زمان با تداوم جنگ خود یک جانبه تصمیم گرفت از انحصار قدرت یک بار و بعدا از قدرت یک جانبه انصراف به عمل بیاره که در اثر تفاهمات بین المللی، توافقات ژنو، چون در توافقات ژنو طرف افغانستان که جمهوری تحت ریاست فقید نجیب الله بود و دولت پاکستان تحت رهبری ضیاءالحق به تضمین اتحاد شوروی وقت و تضمین ایالات متحده امریکا یک تفاهم برای ایجاد یک مصالحه میان طرفهای درگیر افغانستان، در اونجا یک توافق بین المللی در ژنو عقد شد و وساطت و پادرمیانی زیر سازمان ملل متحد به عهده داشت. اما در اواخر ما میبینیم که گروه های جنگ طلب آماده به صلح و مصالحه نمیشن و یگانه وسیله راه جنگ میدانند. اما عده کثیری از جهادی ها که از توافقات ژنو اخراج شده بودند و اونا طرف اصلی مثلا نبودند، اینا با اتحاد شوروی و دولت وقت تعهدات سپردن و مورد اعتماد با دولت شوروی تعهدات سپردن. یعنی چی آقای اوریا؟ یعنی پروتکل های امضا کردن. مثلا کدام جناح ها؟ حالا جناح های 7 گانه و 8 گانه بود. بله، از مجموعاً. اگر به اساس پروتکل می بود اون گونه نمی بود. مثلا در آخرین دقایق آقای نورالحق علومی و آقای نبی عظیمی، اینها کسان بودند که هم با حکومت مجاهدین کار میکردن و هم با حکومت دکتر نجیب الله، و در آخرین زمانی که آقای نجیب الله هم میخواست که افغانستان را ترک بکنه، نیروهای دوستان مانعشان شدن. این چگونه پروتکل بود آقای اوریا؟ پروتکل دیگه از صلاحیت رئیس جمهور بیرون شده بود. گروه هایی که در داخل کشور فعال بودن، نیرومند بودن، یا مثلا جناح دولتی بود یا جناح مجاهدین بود، اینا 3 سال 4 سال پای هم با هم مشترک کار کرده بودن
و پروتکل‌ها وجود داشت و فضای اعتماد. مسئله دوم ببخشید که من گفتم چند نکته را عرض میکنم. تفاهم مجاهدین در مسکو با باریس یلسین به خاطر انتقال صلاحیت حاکمیت دولتی، جلب اعتماد مسکو زیر مجاهدین و دیگر قدرت از دست دادن مانور سیاسی از طرف نجیب الله و حکومت موجود در همان زمان. اینا باعث میشه که دولت تعویض شود. مسئله چهارم روز 7 ثور است. روز 7 ثور، 8 ثور در تاریخ افغانستان روز رسمی نیست، این یک تاریخ تخیلی است. بر خاطر از اینکه ساعت 11 7 ثور آقای صبغت الله مجددی پیام تفویض صلاحیت حاکمیت دولتی فرمانش و چشمای خود مالیدن و از حکومت حزب دموکراتیک خلق وطن تفویضش سپاسگزاری. تشکر. خانم روشن، دیدگاه شما در این مورد چی است؟ چرا حکومت دکتر نجیب الله سقوط کرد در اون زمان؟ یگانه دلیلش چی بوده میتونه؟ تشکر بر سلام خدمت شما بیننده های محترم. فکر میکنم نخست از همه باید بگویم که 7 ثور روز کودتای ننگینی که